آیا هدف زندگی خوشبخت بودنه؟ آیا باید خوشبختی رو به عنوان بالاترین ارزش در زندگیمون در نظر بگیریم؟ شوپنهاور معتقده که حتی تلاش انسان برای خوشبخت بودن نیز یه عمل بی‌معنیه، زیرا از نظر اون جهان حتی برای خوشبختی ما طراحی نشده. برای اثبات این نظر خودشم به افراد سالخورده اشاره میکنه. وقتی به صورت افراد سالخورده نگاه میکنیم، معمولا چیزی که میبینیم ناامیدیه. این فرد وقتی به زندگیش نگاه میکنه میفهمه که در نبردش با دنیا برای رسیدن به خوشبختی شکست خورده، چون که در دنیایی که به قصد نیاوردن خوشبختی برای ما ساخته شده، دنبال کردن خوشبختی مثل شنا کردن در مقابل جریان آبه. همچنین شوپنهاور معتقده که خوشبختی بیش از حد هم اونطوری که فکر میکنیم چیز خوبی نیست. اون میگه که مطمئن ترین راه برای فرار از فاجعه اینه که منتظر خوشبختی بیش از حد نباشیم و اون ادعا میکنه که خوشبختی بیش از حد غم بیش از حدی رو هم به همراه میاره. فردی که در این احساس خاص زیاده روی میکنه همون احساس رو برعکس اونم تجربه میکنه. حالا اگه خوشبختی به عنوان هدف اشتباه باشه، هدف بعدی چی میتونه باشه؟ شوپنهاور میگه به جای تمرکز روی خوشبختی و لذت باید روی دردها تمرکز کنیم. هدف ما باید کاهش درد باشه، نه افزایش خوشبختی. حالا چگونه میتونیم درد رو کاهش بدیم؟ شوپنهاور 2 راه حل برای این موضوع ارائه داره. اولیش پیشنهاد اون برای پرداختن به هنر و فلسفه. در اینجا شوپنهاور به ویژه به تاثیر هنر بر انسان توجه خاصی داره. شاید یه اثر هنری فرد رو خوشحال نکنه یا حتی مشکلات روزمره‌اش رو حل نکنه، اما واقعاً اون رو از واقعیت کنونیش جدا میکنه و نوعی آرامش به اون میده. هنر با انتقال فرد به دنیای خود به اون این فرصت رو میده تا حدی برای مدت کوتاهی از مشکلات روزانه‌اش فرار کنه. اگرچه هنر به طور کامل درد رو از بین نمیبره، اما میتونه اونو تسکین بده. پیشنهاد دوم شوپنهاور زندگی قهرمانانه است. به گفته شوپنهاور زندگی قهرمانانه یعنی رهایی از تمامی تمایلات، لذت‌ها و آرزوهای دنیوی، زندگی کردن به تنهایی در جایی دور از دیگران و قطع کردن ارتباط با خواسته‌های دنیوی. به نوعی این همون چیزی که شوپنهاور اون رو همانند زندگی بودا میبینه، چون بودا هم درک کرده بود که زندگی پر از رنجه و به دنبال راهی برای مقابله با این رنج میگشت. در فلسفه شوپنهاور خواستن نقش مهمی ایفا میکنه. خواستن تمایل انسان به بقای خود و میل به ادامه حیات. این خواستن به نظر شوپنهاور نیرویی که انسان‌ها نمیتونن اون رو تحت کنترل خود در بیاره و گاهی اوقات اون رو به سوی آرزوها و خواستهایی میبره که نهایتاً موجب رنجششون میشه. شوپنهاور معتقده که انسان‌ها با وجود آگاهی از رنج‌های زندگی نمیتونن از این خواسته فرار بکنن و همچنین زندگی رو ادامه میدن. این خواستن مانند یه نیروی درونیه که انسان‌ها رو به ادامه حیات وادار میکنه، حتی اگه این حیات پر از رنج باشه. شوپنهاور همچنین تاکید میکنه که این اراده فقط به بقا محدود نمیشه، بلکه تمایلات دیگری مانند میل جنسی و خواسته‌های بچه‌دار شدن نیز از همین خواستن ناشی میشه. اون در این حال به تاریک‌ترین جنبه این اراده اشاره میکنه و میگه که تمایلات انسانی به ویژه پس از رسیدن به لذت‌های جنسی یا ازدواج و بچه دار شدن میتونه باعث نارضایتی بشه. به گفته شوپنهاور خواستن همانند زندگی یک سرابه و در نهایت انسان‌ها در حالی که از اون پیروی میکنن متوجه میشن که در واقع در حال دنبال کردن چیز غیر واقعی هستن. شوپنهاور معتقده که تراژیک ترین جنبه موضوع این هست که با وجود آگاهی از فریب بودن خواستن همچنان به دنبال اون میرن. در نهایت به نظر او انسان‌ها موجوداتی هستن که از یک سو از دردهاشون آگاهند، اما از طرف دیگه نمیتونن از زندگی آرزوی خودشون جدا بشن و در حقیقت در برابر همچون یک عروسک بی اراده و تسلیم هستن. به این معنا انسان‌ها به نوعی در دام تمایلات خود گرفتار میشن و حتی اگه درک کنن که این زندگی پر از درده، همچنان به طور ناخودآگاه به اون ادامه میدن. شوپنهاور اینجوری توضیح میده که چرا نزدیکی و صمیمیت بیش از حد در روابط انسانی در نهایت میتونه به درد و رنج منجر بشه. شوپنهاور این وضعیت رو به جوجه تیغی ها تشبیه میکنه. در روزهای سرد جوجه تیغی ها برای گرم شدن به یکدیگه نزدیک میشن، اما این نزدیکی باعث میشه که خارهاشون به یکدیگه فرو بره و موجب دردشون بشه. در نتیجه جوجه تیغی ها ترجیح میدن
حتی در هوای سرد از همدیگه فاصله بگیرن. شوپنهاور معتقده که انسان‌ها هم در روابط نزدیک و صمیمی با یکدیگه دچار درد میشن. اونا زمانی که به یکدیگه نزدیک میشن گاهی به جای آرامش و خوشبختی از هم آسیب میبینن. به همین دلیل اون توصیه میکنه که باید در روابط انسانی حد و مرز وجود داشته باشه. شوپنهاور حتی به این نکته اشاره میکنه که نشان دادن محبت و صمیمیت زیاد به دیگران ممکنه باعث بیوفایی و ناسپاسی از سوی طرف مقابل بشه. به همین دلیل اگه کسی برای شما ارزشمند است، بهتره این احساس رو از او پنهان کنید. زیرا وقتی انسان‌ها احساس میکنن که شما به اونها ارزش میدین، شاید هم ارزش بیش از اندازه میدین، دچار طبیعتی خودخواهانه نمیشه. این مفهوم معضل نامیده میشه، زیرا انسان در یک دوراهی قرار داره. از یک طرف از تنهایی رنج میبره و از طرف دیگه از نزدیک شدن به دیگران هم درد میکشه. شوپنهاور معتقده که این دوگانگی در زندگی انسان همیشه وجود داره. وقتی تنها هستیم از تنهایی رنج میبریم، وقتی به دیگران نزدیک میشی و این نزدیک بودن به نوبه خودش میتونه درد ایجاد کنه. در نهایت انسان در هر دو حالت با نوعی از درد و رنج روبرو است. فلسفه بدبینانه شوپنهاور نقدی شدید به طبیعت انسان و سختی‌های زندگی، اما در این حال این فلسفه نوعی واقع‌گرایی یا رئالیسم نیز ارائه میده. زیرا اگه زندگی این همه رنج داره، به جای نادیده گرفتن این رنج‌ها و قرار دادن خوشبختی به عنوان هدف زندگی، باید این رنج‌ها رو بپذیره و راه‌های مناسبی برای مقابله با آن پیدا کنه. در نهایت بدبینی شوپنهاور به معنای تسلیم شدن نیست، بلکه نوعی تلاش برای ساختن زندگی مقاوم‌تر در برابر رنج است. توصیه‌های اون به دنبال کاهش رنج‌ها و پذیرش واقعیت‌های سخت زندگی است. اون معتقده که با آگاهی از رنج‌ها و جستجوی راهی برای کنار اومدن با اون میشه که زندگی آگاهانه و واقعی داشت.